راههای رسیدن به آرامش. یکیش راضی به قضای الله بودن. تقسیم است. دختر داری فرزند نداری، بچه نداری، دختر داری بچه نداری، شکایت نکن، از زنت گلایه نکن. امروز بسیاری ها هستن زنش میگه تو اصلا بچه تولد نمی کنی، بچه را کی میداد؟ با آواز بلند بگو الله. خیلی زن چرا ملامت میکنی؟ چرا زن باید لطو کم شود؟ مثلا تو زن میگیرم به خاطر که تو بچه نمیزایی. اگر 100 تا زن بگیرد در حالی که از 4 بیشتر اجازه نیست، اگر 100 تا اجازه میبود از تو پرسان میکنم اگر الله نخواهد بچه بدهد بچه میآید؟ نمیشود. این راضی نبودن به قضای خود است. بچه دارد دختر ندارد، شکایت نکن. کی خواسته؟ چقدر کمرنگ؟ کی؟ الله خواسته. پس وقتی الله خواسته راضی شو به قضای الله. بچه ندارم، اصلا فرزند ندارم، کی خواسته؟ شاید در خیر تو نیست، شاید به خیر تو نیست، شاید همین به صلاح توست. بسیاری ها بچه داشتن فرعون شد، بسیاری ها بچه داشتن نمرود شد، بدنام تاریخ، لکه‌ای به دامان تاریخ. بسیاری ها بچه داشتن هتلر شد، بسیاری ها بچه داشتن چنگیز شد. عزیز دل من بگو خدایا هر چی را تو میخواهی من همان را میخواهم. بهلول اینو من گفته باشم یا نگفتم یا در مجلس گفتم، بهلول رو گفتن چرا اینقدر خوش و بش هستی، چرا اینقدر شادی، چرا اینقدر سرحالی، چرا اینقدر خوشحالی، اصلا غم به سمت تو نمیاد. هر روز میبینیم لبان تو تبسم نقش بسته کرده، هر روز یک رنگ هستی. بهلول چه جالب جمله دارد، گفت به خاطر این من خوشحالم که هر اتفاقی که در زمین میافتد به خواست من است. چی هست؟ به خواست من است، به رضای من است. گفتن ممکن نیست چون در زمین شب است، روز است، غم است، شادی هست، خوشی هاست، غم هاست، امکان نداره یک انسان به یک حالت باشد. بهلول گفت من شادم، من خوشحال هستم. چرا؟ به خاطر که خواست خود را من قربان خواست الله کردم. من خواست خود را قربان خواست الله کردم. پس رضای الله بوده که تو اینجا آمدی، از راه دور آمدی و خواست الله است که امروز اگر توبه بکنی تو را ببخش. خواست الله این است که اگر تو توبه بکنی الله تو را ببخشه و الله هم راضی میشه.